درود با شما دوستانم. خیلی شادم که شما برنامه‌های ما رو تماشا میکنید و فکر و درخواست‌های خود رو به ما پیشنهاد بنمایید. ما آماده هستیم که به هر یک درخواست شما جواب گوییم. مقصد ما آن است که شما اطلاع بیشتری درباره فوتبال تاجیکستان، فوتبال خارجی آن و همچنین دیگر نویگرهای فوتبال و ورزش داشته باشید. دیروز ما درباره دسته استقلال و تیاری آن با ادامه موسم سال 2021 فوتبال با شما حرف زدیم. حتی درباره آن که رقیب دسته استقلال دوشنبه در بازی‌های هشتگ نهایی لیگ چمپیونای آسیا پرسپولیس چیزی پرسیده بودیم و امروز آماده هستیم که درباره پرسپولیس هم ما با شما معلومات دهیم. این دسته یکی از دسته‌های خیلی قدرتمند جمهوری اسلامی ایران میباشد که 12 مرتبه عنوان چمپیونی را به دست آورده است. پرسپولیس در حقیقت امروز در لیگ برتر ایران یکی از قدرتمندترین دسته‌های هست که از 28 بازی در بازی‌های زیاد غلبه کرده است، در زینه اول جدول مسابقات قرار دارد. این جدول با شما پیشنهاد می‌گردد و همین رو هم گفتنی هستیم که پرسپولیس در حقیقت بازیگران خیلی هم پخته و هم کاردیده و هم با تجربه دارد که آنها میتوانند بار این دسته را به پیش کشند. اما در مدار این گفته‌ها استقلال تاجیکستان هم امید داریم که در مقابل این دسته نامدار ایران مقابلت سخت نشان خواهد داد. در دور 28م دسته پرسپولیس تهران در مهمانی دسته ماشینسازی تبریز بود و این دسته را با حساب 5-0 شکست داد که حالا پیشنهاد شما میکنیم. و شما خود خلاصه خواهید برآورد که چگونه استقلال میتواند خطاها را استفاده برد. جوان مهدی عبدی توجه بکنیم. او بیاد حالا توپ رو خیلی خوب از محافظتگر میره، باید 2 نفر رو خیلی خوب فریب میدهد و از بالای سری 4 نفر محافظتگر راست توپ رو به شهریار مغانلو میدهد و شهریار با ضربه خیلی زیبایش توپ رو وارد توری دروازه میکند. 1-0. ببینید خیلی خوب کار میکند و مهدی عبدی حساب رو 2-0 کرد. محمد امین دروازه‌بان دسته ماشینسازی پیش راه این ضربه رو گرفتن نمیتواند. یحیی گل محمد دوبلی این بازیگر است. ببینید بازیگر جوان بسیار هم ماهرانه دید که دروازه‌بان به طرف راست آمده بود. همچون مهدی عبدی دبل میکنه. دوستان گرامی، این بود اون چیزی که ما می‌خواستیم درباره پرسپولیس در این نمایشگاهی که امروز آماده کردیم به شما بگیم. البته باز برنامه‌های دیگر هم میشوند. امید داریم که در تماس با سرمربی این دسته یحیی گل محمدی میشیم و او هم به سوال‌های ما جواب خواهد داد.